هی گایز یه دونه سوگن که به ویدیو خیلی خوش اومد. امروز اومدیم تراینات تو لب با دو تا از بهترین یوتیوبرها. آقا فکر میکنید کی میبازه؟ 100% تو. 100% مرشاد. من میگم مرشاد از ایناست که به سوراخ دیوارم میخنده. آره بریم. آقا بازنده باید عکس دوتای دیگر رو چاپ کنه بزنه تو اتاقش تو بگیره. چاپ کنه؟ وای قبوله. آره چاپ میکنه میذاره پشتش. برو بریم. رضا پاشو. چی میبینی؟ ماه، تاریکی، سیاهی، ظلمت. چه تغییری احساس میکنی تو آسمون؟ ماه و ستاره ها امشب پررنگ ترن. تغییر ولش کن دیگه. چی بالا سر ما نیست؟ خورشید نیست خب چون شب دیگه روز. سگ اینجا خوابیده. این نشانه چیه؟ یعنی چی؟ یعنی یه جای خوبی آمده مسافرت. احمق باشه چادر رو دزدیدن. خواهر مادرتونه. خندیدی. سوگن خندید. چادر رو زده بودن. سوگن خندید. نه آقا لبخند ریز بود. عزیزم لبخند همون خنده است، مثل اینکه یه قطره اشکی بگید بغض کرد. این چیه؟ شکم منه عوضی. من شکم ندارم. عجب آدم هریه. گفتم این چیه خدا دست. یکیچ سوگن. اوکی جهنم از ضرر. بله. من الان دارم فکر میکنم چه عکس رو انتخاب کنم برات بفرستم بزنی پشتیز. برو گم. خیلی ناراحت شد. وقتی یه خارجی میخواد تسلیت بگه. قربونت. پس با من خداحافظ. پدرش فوت کرد. الو فارسی بلده؟ قبول باشه؟ آره اگه ما رمزون چیزه هاچی خاک اون بنده خودست تو سر شما. بده من. متاسفم خدا نصیب خودتون کنه. وای بده من. به تخم چپیتون. کی اول خندید؟ اول من بودم. وای عالی بود به تو خونشن دیگه آخری تموم کرد قضیه رو. شوهرش حاجی ولی خیلی خوشگله. آره خیلی اصلا کاپل خیلی جذابه. خیلی بانمک. خب 2-0 سوگن. این جدی این چرا با خودش فکر میکنه که پوریا خدایی اصلا چی شد که با خودش گفت بذار من این تصویر رو شیر کنم؟ عزیزم این تصویر در مقابل تصویرهای که هنره شیر آقا کرده هنره. تو هیچی میتونی اینجوری غیر بدی؟ آره ولی قشنگ میرقصه حاجی. اگه به یه دید فان بهش نگاه کنی خوبه. نمیشه به اون دید نگاه کرد اصلا. گفت مارماهی نه، من نمیشه. خندم میگرفت کم. آره مارماهیه. من بهش میگم مارماهی. خیلی خوب. اصلا چه دنیایی شد. ببین به کجا رسیدیم که من تا حالا نخندم تو این بازی. فکر کنم چکا و این بحث دیشبی که داشتیم. آره خیلی زندگی خیلی به فشار بود. اصلا داغون شده. آقا انقدر داستاناتون رو من نگید. من اعصابم نمیکشه دیگه. همه چی می‌ریزید رو من. کی هست کرده شورتش رو در بیارم. آخه چیزایی مثلا خواهرمه. کجا میزنی؟ دامادمونه. فهمیدی؟ ای وای من خندید. اون خندید 2-1. نه کجا خندیدم بشه. احمق مرشاد خندید. مرشاد خیر داداشمه نخندید برو. ای وای بر من چه دفاعی میکنه. 2-1. نه که آقا مرشاد 2-1 من چی گفتم بشین. قبول نیست اینجا سخته دیگه. چالش 3 نفر است. آقا پوریا نمیبینی خندید. تموم 2-1. همه چرا اینجوری؟ آره سلام آقا خوب هستین؟ سلام. آقا من خیلی از شما خوشم اینجا اومده. کار میلنگه. دور مخفیه؟ نه چه دور مخفی؟ چیه من خوشت اومده آخه؟ میدونی تیپ و استایلت خیلی خوبه. تیپ و استایلم خیلی معمولیه خانم. من پولدار مولدار نیستم بتونی بتیقیا. عزیزم خودم پول دارم. پس از چیه من خوشت اومده؟ آخه چیگر میدونی یکم هم سفیدی. آها شما میخواید منو بکن. مشکوک بود. خیلی قضیه ساس بود اصلا. حاجی خدا کنه اون روز بیاد ولی یا مثلا دختره بگید ولی اون روز اومده تو کانادا من دیدم. داریم بابا داریم چرا نداریم. یه بار یه نفر تو ماشین ویدیوی بعدی هم خنده داره.
علی قسم شوخی بود خواستم ویدیو باشه باش آقا باشید خندیدید 3 2 1 به خدا برو گم شای به خدا لف میدم 3 2 2 اون 1 من تموم شد وای عجب آدمیه باشه. من شما رو از دور دیدم خیلی خوشم اومد گفتم براتون یه موزیک اجرا بکنم اگه اوکی هست. فقط الان که از نزدیک دیدم خوشم نمیاد. ای وای بیشعور. ولی خودش هم خندید یعنی فهمید که دیگه جوک. آره ولی این دخترها میرن خونه ناراحت میشن. نه این بهش میگه این ویدیو هماهنگ شده است دیگه. این ویدیو پرنک که مشخصه دیگه هماهنگ شده. مامان من بچه سری رویی معلومه که نه چرا این فکر رو میکنی؟ آزمایش دی ان ای هم اومده میگه تو بزن در روی هستی. علی آقا آرشام میگه تست دی ان ای داده بچه ما نیست. راست میگه. وای چی میگی؟ خودت گفتی که یادت نیست گفتم بچه پیپی کرده و خیلی گریه میکنه تو هم گفتی برو عوضش کن. خب منم رفتم بیمارستان رو با یه خوبش عوض کردم. از کجا فهمیدی خوبه که عوض کردی؟ بچه کلن خب پیپی نکرده بود یه دونه نوشو برداشت کلن عوض کرد بچه رو. آره حاجی خب پیپیه دیگه. پوریا تو چند بار عوض کردی؟ من هنوز عوض میکنم. من با سیستم عوض کردن چجوریه؟ ما خیلی کار خودمون رو راحت کردیم. از این پامپس شورتی ها خریدیم. اونو میکنی اونو میکشی بالا. نه جدی. دنیا خیلی آره بابا. بعد دستمال کاغذی مرطوب بیبی میخری پودر میزنی پاهاش. وای اینقدر بوی خوبی میده بو بچگی. چه پدری هستی واسه همین بهت میگم بابا پوتی. 3 2 1 زبونتو بفهم تو میخوای برینی به من خودم سرتاپا گوهم خیلی بزرگتره تو ریدم به من تو جاش بیشتره یه حرفا بیشورم در ما این پور وایته پور بلک پور بلک وایت 4 3 1 4 3 1 عجب آدمی مگه استنداپ کمدی پوریا همین عزیزم هنر 4 3 1 بنویس عجب پور وایت. در برادر و مادر خودم را به قدر رساندم و خواهر و برادرم را با کلت و چاقو که زدم تو بیمارستانن. الان پشیمونم اشتباه کردم. الان پشیمونی؟ دست در نکنه تو رو خدا گوه خوردی در این حد پاش وایسا. الان پشیمونم همه رو زده همه رو. وای آدم باید چیکار کرده من نمیفهمم. بعد دیدی انگار داره انشا میخونه مادر پدر خواهر. آره دیریل دنس سال 2009 ساخته شد ولی گوگوش سال 1900. وای اینو من دیدم همینه. اصلا گاده باجی پشمام ولی چقدر خوب بود کار در اومد. واقعا کار در بود. پشمام فقط فکر میکنم تو خواب میتونم همچین صحنه‌ای ببینم که گوگوش رو موزیک پوریا و من میخوام موزیک اصلیشو ببینم یعنی سال 1970 چی رو چه موزیکی من آمده ام آی من آباد میرم پاچم من این همین بود دیگه واقعا آره من اینقدر دیگه آره ما ویدیو قبلی دقیقاً همه کالکشن‌های ویدیو قدیمی‌های موزیک ویدیو قدیمی‌ها بود دیگه این پوریا 100% ولی گوگوش توش نبود متاسفانه. پشمام قبول دارید ازدواج فامیلی هم خیلی بده فکر کنم مثلا بغل زنت خوابیدی برمیگردی بوسش کنی میبینی لباشو چشاش شبیه عموته دخترا میخورن بچوری هرس الان که خیلی کمه اصلا ازدواج فامیلی. ببین تو اوکراین مثلا من میگفتم تو ایران قدیما پسرمون امکان داشت با دخترمون ازدواج کنن پشماشون میریخت یعنی یه چیزی از حرومم اونورتره براشون. به کازینا میگن خواهر برادر بعد از زندگیشون میندازن بیرون اگه مثلا میدونن کسی اینجوری. بهشون درباره کشوری به اسم آلاباما نگو. آلاباما چیکار میکنن؟ مادر و پدر و خواهر و برادر قانونش آزاده یعنی اینجوری نمیکنن. قانونش آزاده. وای یعنی چی؟ آزادیه دیگه فریدوم عزیز من آمریکاست. آقا به نظر من بریم ویدیوی بعد این گورو هم نزن. من هی نمیخوام قابلیت داشته باشه. این پلیلیست یکی از دوستان بود دقیقاً. خندیدی 5 سال گفت بابا بوره یعنی چی؟ همون 4 سال ولی چقدر خیلی خوب بود. خیلی ایول دمش میگم واقعا خیلی دارم تلاش میگم ما یه شیکم هم اینجا داریم من برات بفرستم میتونی با همین حرکت هم باش بزنی شیکم پوریا پوتکه عزیزم اون زیرترش هم میتونی
چقدر اون شیکم آوردی دهنه برای سمی ویدیوی پیشم آورده. بیا با چشای خودت ببین، اینم از کومال جادوی پوزیشنتون. این خالی بود که گیر شدین رفت. آقا کشکش ولم کن برم، اصلا اولین نفری که چاینایی میگاه خودتی. بذار من برم، نمیخوام جنگ اجدها باشه هستم. اما تو نمیتونی، تو انتخاب شدی، من عقبه تو رو انتخاب کردی. من نداشتم بالم جنده. تو اون عقبه مادر کسته و پنجاسجین چیری با اون قبلی جنده و مادیش من این دوبله رو میخوام. تو اینجا میمونی و با سازن میجنگی و اونو شکست بدی. فهمیدی چی میگم؟ من نمیتونم با این دنبه و خیکر چیری جلوی هم کسکش باشم. آیه ندارم. میزمی حسنانه میخوایم. وای دوبله چه خوب بود. خیلی خوب بود. من کاملش میخوام. 5-3-1 آقا خیلی آدمای بیشوری هستید. عندما لا یفتح الکتاب سوف یفتحک. کتابی که در طول ترم لای آن را باز نمی‌کنی، بله در شب امتحان لای تو را باز می‌کنی. سلام خسته نباشید. بله خانم بفرمایید، در خدمت هستم. خانم جسارتا این سوال داشتم، شما مهماندار هواپیمایی؟ از کجا فهمیدی؟ آخه خیلی چهره زیبایی داری. جسارتا منم یه سوال بپرسم. بفرمایید. شما زیاد همستر بازی میکنی؟ بله چطور مگه؟ آخه از وقتی نشستم اینجا داری انگشتم میکنی بیناموس اول. وایسا پاراپیتت دارم میبرم. چی شد که با خودش فکر کرد بیا همچین سناریویی بسازیم بذاریم تو اینستاگرام؟ و چی شد که فکر کرد خانواده نمیبینه؟ دلار اصلا استدار شده بود. بیچاره همیشه انگار قرض داره. قربونت برم من. بشینید بگیم سه بز و سه جلو سه جو و سه کا بزو جلو جو کا سه بز سه کو سه جو. اوکی چرا این شوخی‌های بی‌ادبی رو داخل صدا سیما میکنن؟ با صدا سیما نبود از این ولی صدا سیما نبود واقعا. قصد شاخه نبود واقعا. من در حال لذت بردن از این آهنگ در حالی که اصلا نمیدونم چی داره میگه. من فقط یه جاشو نمیفهمم. اصلا بگو مسقس ایوان این یعنی چی؟ من فقط همین رو نمیفهمم. یادم میره لنا بپرسم. نه مسقس نیست، 100% یه چی دیگه است. شاید شهره. اصلا بگو مسقس میریم مثلا میریم شهر مسقس روی ایوان. شهر هواپیما میخوای زنگ بزن از بذار زنگ بزنم. آره واجی وایس. ای جوابتو نده پوریا. الو سلام لنا چطوری؟ خوبی؟ ببین تو اونجا آهنگت میگه چی؟ اصلا بگو مسقس ایوان. اصلا بگو مصر قصر ایوان. چی هست؟ مصر که مصر قصرم قصر ایوان. ایول پرچمت بالاست. دمت گرم عزیزم. خدافظ. میگه مصر قصر میری مصر تو قصر ایوان. من فکر کنم مثل قصر. خیلی باحاله. چرا ناراحتی؟ رفتم دو تا محافظ برام گرفتم شد 400 تومن. خب قبلا با همین 400 تومن شد خود ادیسون رو بکنی. منطقیه. راست میگه واقعا. این فیلم رو چند بار ببین. نه تو فیلمت میخواره. قاصد خوشخم. این گیره من. این چیره تو. اینو بخواه رو بارگاش میگه این فیلمو چند بار ببین. بیا اینجا کیر منو بخواه. خندید وای چقدر سخت بود. کی اینو ادیت کرده؟ من نمیتونم جلوی سپر نمیتونم. این فیلمو چند بار ببین. بیا اینجا کیر منو بخواه. جدی کی اینو ادیت کرده؟ دهنش سرویس. وای خیلی قشنگ بود خدایی. الپرازولام چیه؟ آلپرازولام الان میگم خانواده. آره آلپرازولام مسکنه، با چی هم نمیدن. یعنی بری داروخونه بهت اینطوری نمیدن، باید نسخه داشته باشی. مسکن خیلی قویه توی خانواده مثل ترامادول و اینا که نیست، ولی میدونم نیست.
کلباس در نیار. ولی جزو اونا آقا قدرتش و خفنیش به اندازه اوناه، ولی جزو خانواده لامه. چون تجربه خوندم دارم بهتون میگم. آفرین. بابا بریم. ولی مثل ترامادول هست که با نسخه فقط میدن. این مدلی مورفین است. آفرین مثل مورفین. آلپرازولام میخواد، میگه برای مادرش. بازرس نباید بدن. اجازه ندارن. بعد خود شخص باشه. به غیر از اون باید نسخه داشته باشی. نمیتونی بدون نسخه نباید بد نمیدن. سطح اعصاب ما ایرانی‌ها. سوار ماشین شی؟ نه میخوام بکنم تو کونم. علی به درخت تکیه دادی؟ نه میخوام اینو بکنم تو کونم. خودت خواب می‌کنی؟ نه دنبال سایزم کدوم بکنم تو کونم. اینا چیه؟ اینا؟ آره. پارک ممنون. آها یعنی میذارن که کسی پارک کنه. رو میکنن تو کونشون. علی سوار موتور میشی؟ نه میخوام بکنم تو کونم. خیلی از این سوال از من میپرسن. سوال مسخره. واقعا اصلا این کارا رو من ندارم. سوالا رو ولی بیشتر مادرها میپرسن. نه خیلی جدی میپرسن اینجوریه. داری میری؟ نه. پوری مگه؟ اگه اژدها واقعی نیست پس یکی اینو توضیح بده. وای خیلی قشنگ. آخه ویدیوهای تیک تاک رو دیدید حساسه، همش اینجوریه. اول بالا رشوی در گیره. اصلا چرا راست بود؟ آره منم وقتی ورزش میکنم نه که خون تو بدنم جریان عشقم اون پا میزنی حق داری. میخورم پی ورکاوتم چون میخورم خیلی جریان خونم میره بالا، تپش قلب فیلم بگیر برام. فیلم بگیر برام. پوریا خندیدی پوریا. وای اون ادیتور کی انجام میده؟ 5-4-3 فوق‌العاده است. 5-4-3 وای خیلی خوب بود. نایس. دکلاره کنه. دکلاره کن. آمده خرید. خبرش نخرید. من خیلی از این زن خوشم میاد. آره منم همینطور. خیلی ترند بالیو بود. وقتی میخوام برم بیرون و مامانم میگه مواظب خودت باش ندوزن. قیافم خوبه. من نگاه کردی تا حالا؟ ببین من چه شکلی ام. دیدی قیافه من چه شکلیه؟ هم کچلم، هم کوتاهم، هم چاقم. نکس. مامانم یه هیئت رفتن که انقدر آرایش نداره. پیام پسر معلمون که میاد تو هیئت مدعی کنه. خدایش راست میگه. حالا خدایش راست میگه رو ول کن. عکسامون رو کی بفرستیم تا؟ بمیری جفتتون. نه خودم قیافه جفتتون رو با هوش مصنوعی میذارم روی میمون خر میذارم کنار هم. آقا یه کاری میخوای انجام بدید. دمتون گرم. مرسی که ویدیو رو دید بچه‌ها. میبینم تو ماچو کلتون. تو ویدیو بعدی. بابای.